درود میگم برای همه بیننده از صفحه فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی. از سلسله ویدیوهای وطن دیگر است و ما قرار داریم در باغ کودکان شهر دوشنبه. درست که نرخ سبزی و روغن و گوشت در دوشنبه و دیگر مناطق کشور بالا رفته است. درست که ما در دوشنبه باغ‌های داریم که حتی درآمد و بیرون شدنش متاسفانه پلاکی است. و درست که حتی ما باغ‌های داریم که برای وارد شدن به اون از چرخ و فلک‌های زمانویش استفاده کردن باید با 200 و 300 تومان وارد شوی. ولی خوشبختانه در این برابر بازم هستن باغ‌های فرنگی فراغتی چون باغ کودکان و نورسان شهر دوشنبه که درآمد و بیرونش هم بی پول است و تمام شرایطی که برای کودکان ساختن اینجا بیشتر از 3 سال شد هنوز هم در همون وضعیت و حالت بهتر و استفاده قرار دارد و برای این باید سپاس بگیم بر راهبریت و مسئولین باغ کودکان شهر دوشنبه که یکی از نقطه‌های دوست داشته ایم است چون جدی بگم که وارد شدن و بیرون شدن و استفاده از همه بازیچه‌های کودکان بی پول است. بیایم بر اینجا و برای رشد سیاحی داخلی وطنی سهم بگذاریم. تاجیکستان دیگر ای